گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان رفتار ماموران انتظامی روسیه را نسبت به مهاجران تاجیک بی‌رحمانه و غیر انسانی نامید. مسئولان سازمان روز 1 ایون نمایندگان حکومت تاجیکستان را نیز به بی‌عملی و سکوت در برابر این حادثه ها تنقید کردند. طی 2 هفته اخیر سنجش و بازداشت و جریمه گروهی مهاجران و دانشجویان تاجیک در روسیه افزوده است. مقامات روسیه سبب چنین برخورد را نمیگویند، ولی حدس و گمان‌ها در این مورد زیاد است. همکاران ما پیش از برنامه با بعضی از تحلیلگران در این باره صحبت داشتند و خلاصه‌اش را از میرزانبی خالقزاد میپرسیم. میرزانبی، نظرها در این باره چی است؟ تشکر و سلام به بینندگان گرامی. آن طوری که اشاره کرده، جانب روسیه در سطح رسمی سکوت اختیار کرده است و این به پیدا شدن نظرهای گوناگون در مورد سبب تفتیش و بازداشت مهاجران دامن زده است. مسکو معمولا در صورت راضی نبودن از رفتار دوشنبه دامن مهاجران تاجیک را میگیرد، اما دایره های نزدیک به حکومت و کارزار اطلاعاتی در رسانه‌های روسیه درباره رویدادهای آخر اظهار نظر نکردند تا هدف معلوم و روشن شود. ما از چند تحلیلگر پرسیدیم که چرا حمله به مهاجران در روسیه زیاد شد و با دستور کی؟ یکی از آنها، پرویز ملاجانوف، سیاستشناس تاجیک، به ما گفت که این کارزار احتمال با هدف مجبور کردن تاجیکستان برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا راه اندازی شده است. وی افزود که به احتمال زیاد این مسئله هنگام سفر اخیر امام علی رحمان به تجلیل روز غلبه به مسکو در میان گذاشته شده است. روسیه چند سال باز آشکار و نهان این پیشنهادش را میکند، اما دقیق نیست که آیا در ماه می این مسئله دوباره رو زد است یا نه. همچنین با روزنامه‌نگار گالیا ابراگیمووا هم صحبت داشتیم و میگوید که کارزار ضد مهاجران میتواند همچون کوشش متحد کردن مردم روسیه برای یافتن دشمن داخلی در پس منظر جنگ در اوکراین باشد. و همچنین گفت این اقدام میتواند تلاش برای جلب مهاجران به جنگ در اوکراین باشد. روزهای اخیر میرزانبی این سوال صدا می‌دهد که در روسیه مهاجران از کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز هستند، ولی چرا تنها تاجیکان هدف گرفته شدند؟ آیا پاسخ این را هم از کارشناسان پرسیدیم؟ بله، جواب این سوال را هم ما پرسیدیم. یکی از تحلیلگران، کریم علیف، سببش را به آن وابسته دانست که نه سفارت و نه حکومت تاجیکستان از پس مهاجران نمیخیزند و صدا بلند نمیکنند، در حالی که به گفته او در روسیه نمیخواند برای مثال مناسبت را با ازبکستان خللدار کنند. به گفته او به دلیل آنکه دوشنبه برای محافظت شهروندان خود تلاش زیاد نمی کند، شهروندان تاجیکستان بیشتر مورد چنین حمله ها قرار می گیرند. در آغاز برنامه خودتون از اظهارات گروه 24 یادآور شده. در این اظهارات که همین روز نشر شد، نمایندگان گروه 24 اعلامیه 3 نهاد دولتی تاجیکستان را در پیوند به قضیه مهاجران تنقید کردند. آنها نوشتند که مقامات تاجیکستان چون همیشه برای حفظ حقوق شهروندان خود در روسیه چاره‌های مشخص نمی‌اندیشند و جز از بیان نگرانی یا درخواست تفتیش کار دیگری از دستشان نمی‌آید، تا کنون 2 وزارت و اداره امبودسمن تاجیکستان در رابطه با قضیه مهاجران واکنش کردند، ولی معلوم نیست که تا چی است. سپاس. همکار ما میرزانبی خالقزاد بود. بیننده های عزیز، خبرهای وابسته به مهاجران تاجیک رو پیگیری داریم و گزارش و ویدیوهای نو را در صفحه های ما در شبکه‌های